بیاندیشید و ثروتمند شوید پارت 2. و از همان مسیری که آمده بود به خانه‌اش در مریلند بازگشت و با اقوام و اندک همسایگانش از کشف ناگهانی طلای خود صحبت کرد. آنها پول لازم برای تجهیزات را روی هم گذاشته و آن را تهیه کردند. عمو و داربی به معدن بازگشتند. اولین واگن از معدن حفاری و بعد به کوره ذوب فلز فرستاده شد. محصولی که از ذوب آن به دست آمد آنها را به یکی از ثروتمندترین معدنداران در کلرادو تبدیل کرد. مقدار کمی از آن سنگ‌های معدن می‌توانست آنها را ثروتمند کند. کارگرها از پایین حفاری می‌کردند و داربی و عمویش در بالا امیدوار در انتظار بودند. ناگهان اتفاقی افتاد. طلا ناپدید شد. دیگر اثری از طلا آنجا نبود. آنها به حفاری ادامه دادند و مایوسانه دوباره رگه ها را بیرون می آوردند، اما هیچ سودی نداشت. نهایتاً آنها تصمیم گرفتند دست از کار بکشند. آنها تجهیزات را به فردی که آتا آشغال می خرید به بهای چند صد دلار فروختند و با قطار به خانه بازگشتند. برخی از این افرادی که آتا آشغال می خرند نادان هستند، اما نه این یکی. او از یک مهندس معدن خواست تا نگاهی به معدن بیاندازد و نتیجه را بگوید. آن مهندس اینطور گفت که به این دلیل پروژه شکست خورده است که مالکین آن به خطوط گسل آشنا نبودند. محاسبات او نشان می‌داد که رگه